اطفال عزیز و دوست داشتنی، السلام علیکم. امیدوار هستم جور و صحتمند آمده باشین و به درس جدید خود گوش بدین. درس نو خود را باز هم با چی آغاز میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، بسیار خوب یاد گرفتین کلمه مبارکه. درس امروز ما و شما دعاهاست. دعاهایی که ما و شما چون شکر مسلمان هستیم و روزانه این دعاها را در جاهای مناسبش باید یاد داشته باشیم و بگوییم. اولین دعایی که ما و شما باید یاد داشته باشیم دعایی است که قبل از انجام هر کار نیک، هر کار خوب، ما و شما این دعا را باید بگوییم. همین چند لحظه پیش هم شما گفتین این دعا است. بسم الله الرحمن الرحیم. میفهمین که معنای دعا چی است؟ معنای دعایی است که ما شروع میکنم یا آغاز میکنم به نام خداوند بسیار مهربان و رحم کننده. همیشه بالای ما مهربان و رحیم است. ما شما هر کار خوب را که انجام میدیم قبل از اینکه کار را شروع کنیم باید این دعا را بگوییم. باز هم یک بار تکرار کنین، حال خودتان بگویین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عالی، بسیار خوب. دعای بعدی را که باید یاد بگیرین دعای قبل از خوردن است. یعنی وقتی که شما غذا میخورین و یا هر چیز دیگه که نعمت خداوند است برای خوردن پیدا کرده، شما اول دستایتان را پاک میشوین و بعد از شما اول دعا میکنین و بعد از او به خوردن شروع میکنین. و این دعا کدام دعا است؟ بشنوین. بسم الله و علی برکت الله. شما در این تصویر میبینین که یک دختر و مادر نشستن که نانشان را بخورن. حتما قبل از اینکه نان خود را شروع بکنن دستای خود را پاک صفا شستن و بعد از این آمدن منظم شستن و بالای زانوهای خود دستمال هم انداختن و بعد از او دیگه مکلف هستن که امی دعا را بخوانن. دعای قبل از خوردن اینی دعا است. گوش بگیرین. بسم الله و علی برکت الله. یک بار اگر شما یاد گرفتین این دعا را شما هم بگوین. بسم الله و علی برکت الله. بسیار خوب، بسیار خوب یاد گرفتین. و دعای بعدی کدام دعا است؟ شما در این ویدیو ببینین. در این ویدیو یک خانواده با هم یک جای نشستن و غذا را خلاص کردن و در ختم غذا این دعا را میخوانن. ببینین دستای همشان بالا هست و دعا میکنن. این دعا به این شکل گفته میشه: الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. شنیدین؟ حتما یاد گرفتین. حال شما بگوین. الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. بسیار خوب، آفرین، بسیار خوب یاد گرفتین. پس حال یک بار دیگه هم تکرار میکنم، از شما سوال میکنم و شما جواب بدین. وقتی که مسلمان ها هر کار نیک یا خوب را انجام میدن پیش از شروع کردن امی کار نیک و خوب کدام دعا را باید بخوانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عالی، بسیار خوب یاد گرفتین. آفرین. خب سوال دوم ایست که هرگاه ما غذا میخوریم و یا کدام چیز دیگه که نه از نعمات خداوند باشه نوش جان میکنیم کدام دعا را باید بگوییم؟ بسم الله و علی برکت الله. بسیار خوب. غذای ما ختم میشه و یا خوردنی ما ختم میشه. در ختم کدام دعا را باید بگوییم؟ الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا
المسلمين. آفرین شاباز، بسیار خوب یاد گرفتین. امیدوار هستم که چندین بار پیش خود تکرار کنین که یادتان نره. دیگه وقتتان پوره شد. خداحافظ.